دادگاه شهر دوشنبه الهام شرباتوویچ حاتموف ملقب با الهام کماندیر و الهام باتوروبودی یک فرمانده سابق فرانت خلقی و یکی از تاجران در گذشته پیشتاز تجارت پخته در وادی وخش را به 9 سال زندان محکوم کرده است. منبع سامانه بامداد گفت حکم الهام باتوروبودی ماه ینور صادر شده. دادگاه او را در نپرداختن چند میلیون دلار قرض از اگراینوست بانک گرفته‌اش گناهکار دانسته است. او در حال محکوم به زندان شد که ماه مارس سال 2019 در پی یک تیرپرانی نزدیکانش با نمایندگان عائله با نفوذ سایبوفا در مرکز شهر باختر نامش در سرخط اخبار قرار گرفته بود. در آن تیرپرانی 3 نفر از جمله حاجی مرز داماد سایبوفا زخمی شده بود. در این اواخر الهام باتوروبودی اینک دست کم 3 نفر از تاجران در گذشته پیشتاز بازار پخته تاجیکستان است که محکوم به زندان می شوند. دادگاه دوشنبه ماه ینور با عین اتهام نپرداختن میلیون ها دلار قرضشان از اگراینوست بانک جمشید عبدولوف و اسمت الله حیایف را نیز محکوم کرده بود. از جمله اسمت الله حیایف پسر سروزیر سابق تاجیکستان عزت الله حیایف به 11 سال زندان محکوم شد. الهام باتوروبودی در سالهای 90 و ابتدای سالهای 2000 شرکت مشهور تعمیر EMB را میچرخانید. این شرکت یکی از فروشندگان عمده پخته وادی وخش منطقه اساسی پختکار تاجیکستان به شمار می رفت. اسم شرکت تعمیر EMB در ماجرای بین صندوق بین المللی پول و حکومت تاجیکستان در آغاز سالهای 2000 رسانه‌ای شده بود. صندوق بین المللی پول آن وقت جانب تاجیکستان را به اصراف غیر مقصدناک 800 میلیون دلار پولهای برای خواجگاه پختکار جدا شده ایبدار کرده و آن قضیه باعث یک تنش سخت و چند سال متوقف شدن مبلغ گذاری تاجیکستان از جانب صندوق بین المللی پول شده بود. اسم شرکت تعمیر EMB در جریان تحقیق قضیه آبلای شدن 800 میلیون دلار پول کمک به خواجگاه پختکار نیز در قطار شرکت‌های بهره برده از آن سخم تقلبی مالیوی ذکر می شد.